بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العظيم. محترم نمازگزاران، شیفتگان و علاقمندان خدا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا را سپاس و ستایش میکنم که باز یک بار دیگر در این مکان مقدس در خانه خودش با چهره های نورانی و جمع ایمانی برایم میسر گرداند که یک بار دیگر دیدار بینی نمایم. عزیزان من، چند جمعه پیشتر در این مکان با شما صحبت‌های داشتم. در آن صحبت‌ها هدف و مقصدی خلق شدن و به دنیا آمدن به میان گذاشته شد که آن خلاصه می شود در 3 چیز. اولا، آباد کردن خانه آخرت با ششگاه ابدی. و ابتغی فیما آتاک الله دار الاخره. دوم، حصه و نصیب دنیا را هم از یاد نبردن و دنیای خوب را هم ساختن. ولا تنسا نصیبک من الدنیا. سوم و نهایی هم منشأ و سرچشمه عملهای خوب و نیکی، دور از فسادکاری و بدرفتاری، از خود برای باقی مانده ها یک چیزی ارزشمند باقی گذاشتن. و احسن کما احسن الله الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدین. حالا چیزی قابل تذکر در این لحظه این است که اینجا فرمان عمومی است و موضوع هم کلی که مخاطب تمامی بشریت، انسانی روی زمین است، چی مسلمان و چی غیر مسلمان. این فرموده الهی همزمان ضامن و در برگیرنده دعوت به ایمان و باوری را دارد. امیدی از آخرت و ساختن آخرت که به ایمان و به باوری به دست نمی آید. قرآنی که ما در دست داریم کتاب خدا است و توسط پیغمبر الهی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به ما آمده رسیده است.
پوشیدن است که قرآن کریم کتاب سیانس، یعنی یگان علم یا فنی مخصوص نیست. بر فرض مثال قرآن ریاضی، استرونومیا و فلکیات، خیمیا، بیولوژیا، طب و هندسه یا کدام علمی دیگری که امروز بشریت به آن دست یافته است نیست. اگر چندی علم در این زمانی که ما و شما به سر میبریم خیلی کشفیات های زیادی را به دست آورده است که قرآن حقیقت آنها را خیلی پیشتر هم بازگویی کرده است. ولی در اصل قرآن کتاب هدایت است. اگر قهرمان‌های شاهنامه فردوسی رستم و زال و سهراب و سیاوش باشند، قرآن کتاب خدا است و قهرمان او انسان است. قرآن ذکر است و ورد است. قرآن عبادت است. به آن خدای یکتا پرستیده میشه. قرآن دستور است، دستور انسانی، دستور زندگی و رشد سالم انسانی. انسان در قرآن با دو بعد یا اینکه با دو صورت ذکر یافته است. یکمی کافر و ناباور. حالا همه نوع فرقه های کفر و ناباوری. و دومی باشد انسان مؤمن و معتقد و علاقمند با خالق و پروردگارش. استعیذ بالله. یا ایها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای مردم عبادت کنید، اطاعت و فرمان برداری کنید پروردگارتان را که شما و کسانی را که پیش از شما بودند، حالا هر کی باشند، آفرید تا متقی و پرهیزگار شوید، صاحب تقوا شوید. این نخستین فرمایش یا که فرمان خداوند است در این قرآن، در این کتاب خودش و برای همه بشریت است. میبینیم خداوند من حیث خالق همه بندگانش را، چی مؤمن است یا مسلمان یا ملحد است و به ایمان، دعوت میکند که مرا بندگی کنید، مرا اطاعت و فرمان برداری کنید و میگوید بندگی و فرمان برداری من که آفریدگار شما هستم، نه تنها آفریدگار شما، نه تنها شما را آفریدم، حتی کسانی را که پیش از شما بودند آفریدم، به آن خاطر است که شما صاحب تقوا و متقی باشید، پرهیزگار باشید. استعیذ بالله. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. صدق الله العظیم. باز خداوند میگوید ای مردم، نه مؤمن ها نه مسلمان ها، ای مردم، ما شما را از یک مرد و از یک زن آفریدیم. شما را ما گروه و قبیله ها گردانیدیم. لتعارفوا، به خاطر تعارف، به خاطر شناخت و همزیستی سالم و درست. بشک با ارزشتری شما در پیش پروردگار با تقواتری شما می باشد. خداوند نهایت دانا و بسیار باخبر است. چنان که بالاتر ذکر کردیم، موضوع کلی است و مخاطب تمام بشریت است. منفعت ها هم سود آنها هم برمیگردد برای تمام بشریت. وقتی همه از آخرت امید دارند و آن را میسازند و دنیای خود را فراموش نمیکنند و یک دنیای خوب را هم میسازند و برای بازماندگان خودشون یک چیزی ارزشمند را هم باقی میگذارند. و یا وقتی همه بدانند که اونها از یک مرد و زن آفریده شدند و بدانند که آفریده شدن اونها به خاطر تعارف، همزیستی درست است، نه به خاطر تباغض، نه به خاطر دشمنی، بدبینی، طایفگی و دیگر. نه تنها در این صورت بشریت، بلکه تمام باشندگان کره زمین در امن و آرامی و در آسودگی عمر بسر میبرند. در صورت نافرمانی از فرموده پروردگار البته زیان و خسارات هم برمیگردد به همه بشریت، به همه انسان. عاقبتی بدکاری و قهر با خداوند حد و عاقبتی بدش حد و کنار ندارد و سود و زیانش هم تنها برای بشریت است. برای خداوند هیچ یگان سود و زیان ندارد. خب دیگر میخوام تنها در اینجا به یک نکته دیگر اشارت کنم که بالاتر ذکر کردیم. آن هم این بود که امروز بشریت، انسان، عالم امروزه خیلی با دستاوردهای پیشرفته علمی و تکنیکی دست یافته است. اما این را بدانیم که این دستاوردها نه تنها مانع مشکلات مصیبت‌های بشریت شده اند، بلکه به همان اندازه‌ای که زندگی را برای بشریت آسان کرده اند، به همان اندازه تأثیر مصیبتی که به وجود می آید، یک مشکلاتی که بالای مردم می آید، آن را هم وضمین کرده اند و آن را هم به آسانی در تمام دنیا پهن کرده اند. خب دیگر این بیماری ها، این وبا و گرفتاری ها از طبیعتی حیات و هستی است. انسان هست، حیات هست، تندرستی هست، صحتی هست، درد هست، غم هست، همه اینها وجود دارند. اما پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم
در حالتی آمدن چنین مشکل ها، چنین مصیبت ها، درست است که علاج را، طبابت را، معالجه را، راه پیشگیری این مصیبت ها گفته‌اند. توسل به پروردگار، پایبندی به اخلاق، دعا و استغفار برای گناهان، کمک و دستگیری نیازمندان، صدقه و رسیدگی به حال بینوایان و بیچارگان و درماندگان را علاج دیگری برای چنین مشکلات و مصیبت ها نشان دادند. خوب است که ما هم دعا کنیم و از خدا بخواهیم که هر مشکلاتی که به سر مردم برای بشریت می آید خداوند آنها را برطرف کند. دعا میکنیم الله مهربان با لطف و عنایت خود دوای خوب و مردم سراسر عالم را از کلفت آن رهایی بدهد. اللهم اصرف عنا وعن العالمين هذا الوباء وقنا جميعا شر الداء ونجنا والعالمين بأجمعهم من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأقسام آمين يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله